وقتتان خوش و برنامه چوار لسری برنامه نورین و حق الحقائق رافع کردن بنماغل و بنرت باوریل مذهبیک که نو الحق و کاکی گرده خوی نو الفريق گرده خوی ولی لی آخره بیس الحق و کاکی. البته عزیزیاری که نارضایتی در برینوی که من کلمه مذهب بمکار و آن وقتاً خوشه که دین یا آیین بود یا تکار که فکر کن ایرکان لجی مذهب آیین بونکردی مستقل و نظر رسی یا سروخوی و مذهب کن سروخوی و نظر رسی که وی جرنی مذهب شاخه که لیه دین یا آیین او معنی آیینش لمعنی دین البته نه لمعنی ادبیات گوران یسه که چو مذهب بی تکار و چو دین لراسیه هیچ ناو گوری لنظر محتوا و لنظر او باوری لواصل او نظام شپرز باوریه که یا نظام باوری شپرزه که سروتایک نری که یه پارچه نیه ایسه که تو شکاریه لازم بی که لخدمت عزیزیه ارز بکن که هدفش لیه که ای باوره ای چند واصلا نریت ای چند نریت مذهبیه که لجه نو مذهب داست پیاوسته سر مجموعی که انسان بشکل کردان یا بشکل سان کردان که کردنست جیگر یا میراددار شهرستانیت گوران ای نظام چجور هم بیانی بکیتن که یعنی ای بنوای ای مذهبه ای باوریله تاشیا و دیسته دویل آخره و للاین وی جوره ای بلگیره ای جور نشاندن ایوانوف مینورسکی حاج نعمت الله جهون آبادی مکری و جمارک سیل نودار باشتر ای پلان بینسته که بتوانن ای مجموعه نریت المذهبیه باوری المذهبیه بکنه جیگر او شهرستانیت یسا ایما تایر سی برنامه داشتیم ولی برنامه ریشه در کفتیستن که ای شخص تنیا یا یک خط دانسته که و پی وطنه چپ که و چه بکیت شیر یا یک فر به اندازه که 100% ویجیسته مثلا لایک تیری چوه نه یک مثلا دو گزینه بود لایک تیری چوه فرش شارزایی یعنی که ای پلان درشنه شارزایی که فر خام و سطحی داشتنسن لشهرستانیت گوران و تاود نیسریاغل یاریکان گوران یا یاریکان کردان یسا که و تاوردنست که بتوانن یا یک لحدف یعنی یسن آمانجیان و یسا که ای مفهومه ای مفهومکان دیدگاهکان و گشت حجو بکن گشت چپل بکن گشت کاول بکن گشت جوری کپی بکن جوری بلا باوریل دینیلی تر و تای و دینیل ابراهیمی او باوریل یعنی بشلیسنه ولیکه که نتوانیتن قابل هین بودن قابل تشخیص بود و دلایکی تریچو مبتذل بکریت بها بکریتن و درد اوه نخویتن که انسان کان خویان و پیو تداعی کن یا یک جور هویت
للي كالكوار بقن وهوية خوان وبيناسب كان ويسك هدف بيسا وإما هاتي من هذا السرطة قناخ وقناخ هاوردي من رواية لنا بختكي بزرگوار کردیسته شعر چی منستری که چنین دشپرکی هنه و چنین تناقض هنه و قول فارسی که و یا و قول عربی که زد و نقیز هنه و رسیم اوجی که لخالق لاکیان و که چپ کتن که دنیا بخلقن یه دفعه 6 روز خلقانه یه دفعه 8 روز خلقانه 6 روز و یه روز استراحت 8 روز و نومین روز بیا جشن و جشن نوروز بی و هفت و شمار هفتن و هفتوان شکل آسمان و زوی هفت طبق آسمان که دای تاویل هفتوان و هفت طبق زوی که دریا تاویل هفت سی که سرکرده هفتوانه ناصریه هفتوانه سردم سلطان ساگه سده هفتون قشت و یه سعی ما بچیم یه دنباله بگیریم من و جلو بچیم لسر او یه خال مهم من دور چوم واسرا لجر چوم درچیوی و اوی که چیزی دستری بیشم و بچیم من او چند کلمه یا چند جمله دستری بیشم و ادامه بحث کمان بگیریم. اوای که من او دفعه لور چوم واسره لجر چوم درچوی دیگه لجر دید چوم درچوی ای بیت بیه که وقت به درگاه حق هفتن و هفتان به هر دور و ایام در هر مکان که هم مقتدا بود و هم پاکجام به تسبیح و طاعت بودند صبح و شام مقرب به درگاه داور بودند به ذات و به صفات هر دو همسر شدند. یه لیره ای هر دو همسر شدن تماشا که چه بودن که یعنی جفت کرد مثلا یعنی ای دوانه ای دو جمع ای دو مجموع انسانه لیک قابل جاوه کردن نیه ناوتن جیان و بکریتن به اعداد آن هفتن و هفتوان چکرد بنا گشت هفت ارز و هفت آسمان که چی منستره که هفت آسمان و فلکل آسمانی دیگه هفتوان و اصلا لمقام فرشته و فرشته الاسمانی و هفتوانی بین فرشته زمینی و هفت طبق زوی گرنه و دو بعد بین مقتدا یا پیشوا و همه کاری خلقه و اصلا و ایسا که لسرتای چوا هین بی لسرتای چوا 8 مجموعه حساب کردی که 8 مجموعه هفتن هفته دو پیره و نو پیره و چلتن وانه گذر کردی لیان لناو بردنیان و هاتوی سر فقط 28 کس که عالم تنیاس و لعرائی 28 کسه و هفت نفر یا هفتوان هفت سردار و هفت قولتاز که جمعاً بونه 28 و عالم رایان تنیاس ایسا لیره چوت سر اوی که لورا فرشته و اصلا ملکل خلقان که هفت ملکه بی و سرپرشیان یا پیشواییان دریا پیر بنیامین و پیر بنیامینش معلوم نوی که خلاصه پیر بنیامین خوی بی مهدی بی یا یک محمد بی لو بین گمشه شکردی رو جک ارسان کنم بین مجموعه دیگه بیتیل الشعر هین و بیس واسرا ناورد نسه و فرد هینش تکراری سه چی نسه که چندین جار کنه تلاش کتن گویت ناو مخ واسرا خوان اوی که ای اثر خوانید که ای مظهر و دون واقعا وجود دید بدون تعریف که واسرا درست دید کتن هر وی که لو بیا بس هاوردی که یو باید یه قبول بکن که من دنیا راتن بخور کنم که دنیا چه ایوه باید مزر بچین و مردم هدایت کنی و زجر کشن و فلان و بمانوانه او بیا و اصلا بیا و بسر حالا لیره ای دیو جنو اوانه چکت خلقنید
ولا آخری چوە چە بود لە آخری چوە یانە هین کەن لە آخری چوە هەر هین چواری شەوە چێسە لە آخری چوە یانە لەژێر بار دەرچن کافر بوون و مەجبور کەفی بچوو چەپ بکێتن بنیایم دروست بکێتن ئایم دروست بکێتن ئایەمە خۆ زاسان کە یا لێرە چەکەتن ئەزازیل یا هەرۆ ئەبلیسە تفاخر هەمی کرد ئەبلیسزان کە بەرتر زمن نیست ئەندەجان و هەرحاڵ هینگە لە مەلەکە لە ناویان ئەبلیس بە خۆدخا کە هینێکی قەوشکەن و تەمەڕۆت کرد سەرپیچی کرد خواست و قسەی خاڵە بعد یەکێکە تا عاقبت از راه کبر و من شدی مرتد دور شد زان وطن چنان گفت ابلیس با دیوها که بعد از خدا من خدایم بجا چنان گشت ابلیس با اقتدار که آخر بشد گمراه از کردگار ابا دیو و جن در جهان سر به سر شدن منکر دین آن دادگر خود لێرە تماشاکێتن خۆی مەسخ و نەوەیەک دشپەرەکی لە مقابل یەک خاڵق دانای کولە وەستڵا و قەرارە تەمام نماد خێر شەڕێک لەلێ لە ئەوە سەرچۆوە نەگری و دەرسوورەتێکی تێرە چەکە لێرە شەڕێک کەسێک بووتە بنەما یا نماد شەڕ و ئەو قدرەتی ناڕەستەکە کە کارێک وەلیە بکەیت و یەسەکەش باسیش بوو چە دی و جن هەرچێک ئەو خەڵکردگە یەی لە دین منکر دین ئەو دادگەرە بوو بەشێکی ئایا دین ڕە ئینسانە ڕە سەر و ساماندان و ڕەفتار و بەسرا کنترۆل ڕەفتار ئینسانە و سەر و ساماندان و کۆمەلگای ئینسانە یا ڕای جنە مەسەڵەن ئایا جنگەلی دین دیرن تماشا لێرە بەسرا فقط ئەدەبیاتێکی ئینسانە نەدیدگا نە نظام باوەڕی ئەهمیەت ڕای نەیاشتێت بەڵکە سرایش مجموعەیەک ئەبیات ڕای مهم بیەسن و ئی ئەبیاتیچە هەڵا نورعەلی ئەلاهی وەتێسن کە سەرچۆوەل وەسڵا زانیاری باوکی ڕواەتێ دەموەدەم لە ناو مردمە بی لێدا هیچ ئاساریەرێک بێت کە لە ئەو زمانە کەفتێ دەسن وەلی لە تائیرە کە چین بیت و بیت چین نسەسەرێ هیچ ئشارەیەک نەکردێ ئی شەخصە کە من سەرچۆی ئی قسەیلمە کوورس بەڵکە البته اشاره کرده مثلا نوتکه که ظاهره نوتکه که لره خوانین و جنفتن و من کسب هین کرد مثلا کسب زانیاری و زانست کنه بلکه ویشه چه بان دعوت کرد ل ساقی و اصلا مقنی له باطن رای بخوان جام و اصلا هین بنپی ل حالت بونه نو حالتی که عرفانی ولناو حالتی که یه وگرد حق یک بولیتو و گوش لحق بیتن که حق چوشی یه لقالب شیر بیانی بکیتن و یسا یه لواقع خوی دفعه ایجور رسنتن که خود خوی هانو جمع یارانه یعنی منظور واسه که حاول حقه یا بعضی موقع اشاره که چی او جرا کل و بود که خود حق مثلا ذات حق در وجود خوی هست بکیتن ویسا که او شیری که چکن میسا هزار کر یرد ثابت کردن که این شخص خوی و اصلا مقام ذات مهمان مقامی که ها مقام علی و سلطان و اصلا شاغل حساب کرده اصلا یه دیگه همچین یعنی که احتمال فرد دیریتن که هین مثلا توزیک تعدیل کردوتن نور علی الهی وقت چا او شیگری که بررسن یه خوی و کاری که واسلا مذهبی حساب کردیسن حالا لترسیه که لور اوی که فردی و نکفت ورچو یا مشت واسلا کلمن واسه پالیه کنه یا نظام باوری واسلا بیان کردود هینه کردودن برای سازگاری کردود و که
كميك ديفرا ناجور و هل أولين خوانين لزين ناجوري لزين وصلا خوانور هنا كتن زنو نوتن وصلا تجسم نوستن لزين خوانور ويسكا شكيتن يسري ديو جن خلقه ويديو جنشة سركردين بوتا أبليس و هين كتن وجرد يعني كالدين حق هلا هر إيا تماشا كيتن هر إي بخشة هاورد نسن وقت بشم يعني وقال يك إي مجموعة ديوان يلي إي سدي آخرة هنا بالدي ياسا يا وناو ديوان آب دينو ديوان إيل بكي جافو يعني السبت بيسم يعني سياس وقد إيه ليه منبوع وأسرائيلية ليه بلان وأوفن بس هر إيه الشيطان بوته ملاني كر وقد خالقه تماشاكي رنگ داس ودن أو أثر آب دينه که چیم نسسری که ساق شیطانه شیطان ساقه ساق علی ساقه و یسا هینه کردنسن که بتوانن حج بکن ای شهرستان تلیه لیلاج این مذهب جوری که بکن که فرفرن وصفا کفر و لباور مسلمان بوتا کفر بوتا الهاد بوتا هینه مجموعه انسان که نوتن ولیان نان قوی حالس بنیش بکیتن وصلا قیوان خانوادگی پیا بکیتن یسه که هری جوری چه بیز لواقع ماشای حکومتی که مرجعیل دینی صادری کن هر یسه که باید نباید نان ولیان قوی نباید حالس بنیشن بکیتن ایرکان علی و خوازان یا هین او دیرتن که یعنی نجسن کافرن فلان یعنی ولی خود لواقع الحق لئی دیدگاه هنا در وجه خویچی نشار بیست و نور حاج نمتا لذک اسلام دریتی شاوه یسه که شاخه که لاسلام وارجو که خویچی واتیسن و ایمه چیم نستری لأو لسنوسیلا خوی ای طریقتا واصلا ابداع کرده نیه که بازگویی واصلا چاقومیان سهاگ و روی بلگه کرد یا هر جوری که مثلا کاری که فردوسی کرده او نامه باستان رسیسه دست و وزوان شعر بیانی کرده بازگوی وکرده جوری خوی واتس فردوسی ولی یهش دیره نوته که منی آثار وزوان شعر بازگو کمان بلکه یه خوی وته من یه دین تازه هاورد مثل که بتوانه هم مسلمانکان قبول داشتون هم الحقیقان و ای الحقلی که پاشماوی وصلا هنگل خاندانگل دوری صفوین گروه سکتو یعنی سلسله وصلا صوفیگری و جمال دوری صفوی دوری ورنگ و ایسا چکتن حاتیسن دیگر باره گویم حکایت را که تا وصل گردد روایت را در آن وقت یاران صاحب کمال که بودند با حضرت زوالجلال چو تیره شد از جان و بن جان زمین شاید ابن جان زمین بود جان در منظور هین بودن چو تیره شد از جان و ابن جان زمین و سجده فتادن پس هفتنین حالا ای ابن یا بن جان ولی احتمالاً ابن جان بودن که چون بعضشون آورده ابن آدم یا ابن فلان کس که لیر جان هر ماهینیه تیره شد از جان ارا چه مثلا یاران جانی که نیلی او سردمه همه حال بستان ملائک و دیو هینه کرده که لی او هینه شبه روحن جانی که نیتونه معنیه که جسم قالبی بود که بعدن چوت سره نهادن بر سینه دست وصال بگفتن ای خالق بی مثال که چون جنیان گشته گمرز حق نخواهیم او را دگر زین ورق کنون وعده خلقت بو البشر رسیده در این عهد ای دادگر خب ایسا او هنگل جنوب پریوی واسرا جنوب دیول خلق دی یعنی گمرا بین سیم داول لید که چون که بشر بو البشر
آیم رامان خلق بکید. خویسا دیگر باره مردان گشادند لب بگفتند ای خالق روز و شب. خو هرمه یعنی چه کردن امید آنچنان است که خلق نکو بسازی در عالم پر از رنگ و بو. خب یه تماشا که خالق روز و شب هر جایی خدمتتان عرض کنم و جلیگیس خلق بیه ولی خو جلیگیش خلق بود هر ای این را تجلیل لی بودیو که اری ترکیبه که ایسا فقط انسان نکو چب که خلق بکیتن که را چب خلق کیتن لیده چه را بندگی که شوکی و تا شو یا چب کن بندگی بکن و ستایش بکن حق و ایسا وعده چه شرط و اقرار حقا رسیه که لئی وقت چه لئی مرحله لئی ورقه که چه که او شرط و اقرار خواه وجب باریتن شرط و اقراری در صورتی که هر که این حق نیه یا این شان نیه که یعنی گشته حجم کردنه که چه که منظور واسه که یعنی این دانستن قول دانست که بندگی بکن و عبادت بکن و همیشه گوری خالق لور چون بود که ایسا اوی چپ کتن رایف زندگی دنیوی ران فراهم که ایسا 7 طبق آسمان 7 طبق زوی درست که ایسا هاو مهین ران درست که آیان درست که یعنی بتوانن چپ کن وظیفه خویان وجود بارن یعنی پیشوایی و ده بورن هدایت و ده بورن پیغمبری و امامی بکن و اصلا همی خواهم از قدرت دادگر شود خلقت آدم بو البشر بیاین ذرات بر جسم و دون ز کتم گمانم تلفظ بود ادم یعنی لهیچ جمله آیت برون لهیچ چپ کتن جسم و ذرات که و جسم و دون گردین چپ کن هین بکتن خلق بکتن پدید باردن کنند زندگانی به دور زمان تا نیک و بد گردد از هم عیان که زندگانی بکنی آیم ویلا که بتوانی نیک و بدی معنا پیا بکتن دورانیت زمان لچرخه زمان در آن وقت بر ما شوی رهنمون شناسیم آن ذات بیچند و چون کنی رحمت خیر بر ناجیان نگردن داخل به ظلمانیان. حالا یا چپ کیتن که شاه همیشه ولیانه بودن که یه الان قرار خوان لنور خلق بینه ولیت زاد خلق بینه همه باور خوان ندین که قراره که حقش ولیانه بودن که چپ کیتن داخل و ظلمانیان نوتن و ظالمویل نوتن و ظلمکریل نوتن بعد که همیشه یاور ایمه بیتن و ایمه چپ که من جور کپو همیشه سرمست بیمنو و سجده رد بیمنو حمد و اصلا ستایش و عبادت بیمن هین نویم نشیم دونی الخرا حتی اگر زار تریاکش بخوای من یا بنوشی من تا هین که من تابزانی من که یعنی دی فقط ای بخشیل چکر بیسن هین که تنوصل نو تمچی تو تکریم یا گوریاشت خالقه که بتوانیتن آیم درست بکیتن که وقت پیوان نگذاریم یا همچون تیران به پرواز در هر مکان بتازید هر سو به هر جسم و جان یا سه هم دواره هر او مسئله هینه و دیان زوان مینه کرده این مسئله دونادون و مذهریت و چرخیانه که معلوم نیه هم دیری چه تمام شوانه که یعنی رو و ذات ارتباط انواعی که هست لعی تا ایره مشخص نیه منطقه لشونی که آورده سو که اتمالا هین بودن تقییریک بودن یا که نورالی لعی لیلی داود چون نو هین آورده سو خوی لن هم فکرم رسه هم بران الحق هم اثر رو آورده سو که ذات و اصلا آیاره دورانیت روح یعنی تقریبا ذات و ناسشون کارما که بتوانتن روح هین بکیتن توشه خاصیکان یا خراویکان ذات هین بودن او آیاره بوده که احتمالا نورالی لحی نوتیره چون او دستنویس ذره ها ورده سو که 1050 سال تیکن
و باسرائیل شرشیا معلوم نیه ارگان دست نویسکان و انسان توانیتن دقیق تر بزنید چنی که فکر باسرا مخلوق ذهنیت حاج نعمت و چنی که دستکاری نور علی الهی و یادر و رؤیه هین ناوتن باسرا تعیین ناکریتن تنیا اوسه که او دست نویسیل حاج نعمت باید بود انسان بزنیدن او چی فکر کرده و یه چنین تقییرت دا اصلا که یسا همین است اهدی هر یسا که خواهون کرد شب کتن و گرد حبیبل خویا یا وریب کتران و لهر جامعه و لهر کس اهل دلا شب که نیکوکار و پاکیزو عادل بودن که هاول کسی که چه بود محرم درگاه حق نو قابل شایستن خردمند و هم کامل به بستان حق مست چو بلبل بعد این یه شهر هینیه که هاول کسی که خلاصه که حق شناس نو عبادت کنو خلاصه سیر سلوک دیرن ورو حق و حقی جیاول یعنی از تقدیر حق جمله ذره به جسم 1001 جامعه دارن قسم که قسمت یعنی وی جلسه که به 1001 جامعه چپ کن عوض بکن هر ذره یه دواره چیه سورا ذره ذات روح یعنی جوجی چی بردیسه کار که معلوم نیه که چپ کتن ذره لجسم یا ذات لجسم یا روح لجسم بپوشند آن جامه ها در جهان کهن شد و نو آیدش اندر زمان که جامه و جامه یک لکونه بود یک دهین بودن هر آن کس به موی بلغزد زرا یکی کوتاه دارد به دوران گناه که هر کس به هر دون هر آن کاشتی زدون دیگر نیز برداشتی خویا اینا کرده و یه حجف یه اینا واسرای رمزواره فلسفیه که بز کردوا بزریوان مکالی که فردا ورم مالی اینه که و جورس دقیقا اینم نیه کشتیوان فردا ورم مالی که تو بعض منظور واسه که تو این روش او اینی که هدفی که دیدید او کوملگاه که توی داشتیده هر لئیسو ارای لکردوا هین بگر لکردوا کار رای بکه و اعمال و اصلا او جوره هین بکه رفتار بکه او غیر قانون من توی وری او قانونی لی قرار او جامع رعایتی که خود لیر رعایتی اخلاق من رفتار که ارکان توی جامعه که اخلاق من یه که لور خوی هینه چی لشونگری چی نسسری و معنی تدری ولی لیله چه کرده هاوردی از هین حجوی کرده لیله منظور یه که ایوه سواو بکن سواو تتریتن و اصلا پاداش گرین و گناهش بکن چکن سزا گرین یه که سو لدونیکتر یعنی یه دون چی نبان یه دون یه او تناسخ هین برهمانی یا هندویسم ده هین اصطلاح غربیه لکه ناونانسا هندویسم کسا خود هنگل پجروش کرد و اصلا هندیش استفاده کن هری اصطلاح و اصلا باورش بان هندویسم یا دین هندوی یا جمع ادیان هندوی و کارمون چون یک دوانش نیست بعد زخوب و زبط هر مایه داشت به روی زمان همان دانه کاشت یعنی چه هر که آیم خاص بود خاص کاله آیم خراوش بود خراو کالتن خو ایست یه خوی چه بود دشبرکی و گرد اوی که طرف چپ کتن ورو تکامل و بشورتن پس یه دی ثابت مینید خراو هر خراو تا ابد خاصی چر خاصه ده وری او بنامکانتی چه هم یه تکرار و کردی چو اشجار نیکان شود باورور همان میوه خوب بدهد ثمر خاصگان هین بودن باردین چون که میوه خاص ثمر یعنی میوه خاص
درخت بدان چون ثمر آورد همان زهر و تریاک و خار آورد. که این داره که این بدن بودن وقت ثمر باره ثمره که چه از جار و تریاک و خار درکه که یسه که لیره این که تن نیکوبت و اصلا مشخص که بله خب بر مبنایی که چه نیکه چه رفتاری لیگ و نیکه ساوکری و چه رفتاری لیگ و بد این ناکد و اصلا مشخص ناکد لیره تنیا چست و وکو عنوان یا ناوی بیته که وکو دستواجه بیته یعنی که نمعتوا که تعریف یعنی که دیگر جسماجان یکی تارو پوست یکی مرگ قاتل به دنبال اوست. مخالف چو آب و چو آتش عدوست روان را ربودن همان خوی اوست. خویسه چپ کیتن که این نیکیو بدی جور او آور وگردیه که تجبرکی دیره. چو جان بر تن جسم سازد مکان به قلب دو سلطان بگردد نهان. به قلب دو سلطان بگردد نهان. خب وقت جان بچوت جسم جان کفتوری یا لئی اینا الله هر انسان خلق نویسن دیاتر خلق بود دیره منظور واسه که هنا انسان و دنیا باید دو سلطان حال وجوده. اول کیا؟ اول شاه آن نفس اماره است. بعد چه؟ نفس اماره تمایلات حیوانی حاکم و وجود انسان. منظور نفس یا نفس اماره یا احتمالاً نفس بود داره نفس تلفظ بود درسته که نفس چه؟ تمایلاتی که هنا تمایلاتی که حیوانیه که انسان لوجود انسان هست غریزه‌ای که جنسی یا یک خوی برتر کردن یا لخواردن هرس نوس خواردن یعنی این نفس و اصلا سلطگریه حال وجود انسان یکی لو سلطان انسان پلید و لعین و ستمکار است. ای سلطان چه پلیدی و لعینی و ستمکاری ظلم. اگر اگر ملک لیره باید بودن ملک تن نفس تسخیر کرد نه لیره کسی نفس نیه لیره نفس هاورده که کسر ناسبانه تسخیر کرد یقین جان مکان در چه قیر کرد. خویسته که وقت این اماره نفس اماره این نفس سلطگریه یا این هرسو تمایلات حیوانیه این بیم ملک تن واسه تسخیر کرد گرده ورسا چکتن یا این کتن بوت سیه واسه جیان مکانی که جور قیر چس سیه و بودن او بشر ناوزکی واسه سیسن روشنایی روشنایی نیری واسه حالا بعدن دل چوتا سری که دل منظوره. شود تیره قلبش یه سلیره شود تیره قلبش زنگ و قبار ندارد دیگر طاعت از کردگار کند پس آن نفس دون اقتدا شود ز اهل فانی بری از خدا. خب یه سلیره کسگری که ملک واسه سلطان پلیدی جسمیان هین که جسمیان تسخیر که جسمیان بوده حاکم جسمیان او تمایلات جنسی او واسه کششیل حیوانیه که چون خاصیل خوازیاریل جسمی انسانه وقت اوانه کنترل انسان گیرن دستو چست یسه که قلبی چیز جور قیل سیاسن و جی خوالیتی نبود و هیچ وقت چیزه که زن و قبار گریته و جی طاعت خواه پیروی لکردگار لتی نبود چکتن و لورا دی هین که لورا او پیشوایی کتن او سلطان چه بودن او سلطان او
صفتی لا چکتن اوان لورا او انسان هدایت او انسان گرن دست و بوتا اهل فانی و لخوا دیر و کفتن دویم چست دویم دوته دوانه در جسم هین بودن وقتی جان در جسم هین بودن دو سلطان در لطق نهان بودن خب یه دویم یکی او شای پلیدی و ستمکاری و لعینیه بی یکی که چی چست شاه عشق حقانیه بود که بیزار از اهل فانی بود همان عشق که آن ذات حق بر سر است به مردان عاشق مرعو رهبر است نمودی مسخر اگر ملک جان زدیدار حق می شود شادمان که یه ای شاه عشق واقع چه بی پلیدی بی که ای شاه که لبدن تقویت بی لبدن شاه عشق بدن تسخیر کرد بدن تصرف کرد چه بود بوده اهل بیزار بود اهل فانی و عشق جان بودن در عشق ذات حق و اسلام و حق لین مورد چست رهبری کرد روانش ملک جسم گرده جنان جسم گرده روانش ملک جسم گرده جنان بعد چه بود در آن جنتش حق شود مهمان بعد روانش احتمالاً لیر ملک بودن که روی فرشته‌ای و بود و جسم چه بود بهشتی و بود که لعو بهشته چه بود حق مهمان بودن وقت روح لعشق حقه هین و بی و اسرا جور بیا هین بیا سلطان عشق لتی پیروز بی لجسم بوده چه بهشتی که چست که حق لتی بوده مهمان کنون میل دارید ای دوستان به این رو این گردش و این مکان که یسا ای جورسته گردشکو ای جورسته یا بین خراو یا بین خاص که یسا که این کن اگر میل دیرین و ای هینا و ای روشا که تا خلق سازم بشر با هوا کنند جلوه در آن بشر ماسوا خو ایرکانی و یا قبول تانه ای جوره که تمام انسان بسازم وگرد هوایا بگفتن یاران ای ابا کردگار همان است کردیم عهد و اقرار و اینه که من هر اوسه که کردیم نسیدید این ناکیم لیده پاشگز ناویم بیاییم بردون دوران ببار بپوشیم هر یک قبایی هزار قبول است منت ابر جانمان همین شاه گردد به مهمانمان بیایید اگر شاه در خانمان چو یک دم رود جمله دورانمان خب اگر یه که یعنی این کن ایمه قبول من دوران ای هزار دنیا و اگر ای هزار و اصلا این بودن شاه عشق این من بودن گیان این من بودن گیان من بود یا او مایزنی جان دیر معنی وصلا روان دیتن و جسم و جان معنی رو یا روان دیتن بعد که چپ کتن شام میمان من بودن چپ کتن او هزار ساله جور یه نفس کشن جور یه دم گذریتن هر دورانی که وصلا او دورانه یا هر دورانی که جور گشتی یا این منظوری بودن و یه دم و یه نفس گذریتن وقت شار لوجود هم بود نباشیم در قید آن رنج ها ببینیم زان رنج ها و گنج ها و همه تلخی روزها در بشر شود پیش ماها چو شهد و شکر که رکانی این بودن بسرا شاه عشق بدن تسخیر که یعنی دی سختیکان هیچ رایان مهم نیه و هیچ بسرا رایان زجر آور نیه گچتک رایان شکر و شهد شیرینه همه به هر جا و هر دون نماییم گذر نداریم قیدی بجز حق دیگر همه بندگانی ز درگاه تو همه سر فدا کرده در راه تو دیگه سر فدا کردن که هیچ از آورده سن حجف کرده سن سرداین و یاری آورده سرداین و حق و اصطلاح که لیره که یعنی فریشتن که نچونست دون انسان دیرن سردن و فریشته قرار رو بودن
قاب قلو معلوم نیه که اصلا روح کهش نیره و قول خویان چی سردن البته سریش دان گوزن هاوردن و احمد هندی احمد حالا احمد معلوم نوی احمدی که کلیره و باویار ناسیت که نوسوی باویاره ولی شفرشون احمد هر و محمد ابن عبدالله همه بندگانیم ز درگاه تو، همه سر فدا کرده در راه تو، همه گوی میدان چوگان تو که هستیم تابع فرمان تو. که دیره چه میدان چوگان بازی چه حواله حذف کردی هستن که این دنیا کردیست میدان چوگان بازیه. حق این چوگان بازی چه حتما منظور راسته که دستر خاصی و خراوی چوگان بازی بکریتن حق کلو داشت. لیره خلقت آدم و هوا هاورده هستن که یسته که عرب جل خدمتان عرض کردن که این وری مدارک السند یا هلون نگردانه باس نکردین قیبوه و پی وشیاز که چگوشتن یسته که لیه داستان باستان بشید یه قصه حق بشید و زوانگل جور یه بیان کردیستن یه نشان دیدن که این شخص خوی کسی که کل باطن خورد دید یه سی قاسم افزریش تقلید داری کردیستن که حوردیسو لکتاو که خوی که من قسم و قرآن خویتن که من وگرد پیروسیه همه ارتباط باطنیه اوی که من ویشمه غیر از روایتگر و چیزی که خوانیما بیشترکه لرقیب و لپیرمیسی و منوشیدن و او چیزی که چوکه و تسن غیر از جنخوازدن و جنخوازدن سیمامت و جنخوازدن ابراهیم کری و نازنم میر خسرو کردیست اوردیست سردین الحق و یعنی گشتی تعریف فقط پیرمیسی هشتنی اشتی بشه غیر از خانواده سیمامت و کرکه و مناڵەکانی نوتن حتی 200 ساڵ نازم چەند فاصلەکە وەگەشت فرانسا کاوردێست وەگەرد مناڵەش ئەبراهیمە میرە بیک و نازانم قانون بیک و یانە ناوەل ئەڵاجوێڕان خەیاڵی دیێسوە کە وەگەرد ئەوانە دانیشتوتن هینە کردوتن جەرەستە داشتن وهرال یه سر مقنی بیا در دلم جای کن درونم پر از بانگ و آوای کن ابا خود همه مطربان هم بیار کنند زمزمه بهر یار نگار که آن یار دارد به قلب مکان مقنی برش در دلم هان بخوان مقنی برش در دلم منظور اوسه که هین بیتن هین یار بیتن عشق یار بیت قلب دیگر مطربان جمله با ساز و نی بخوانید اوصاف آن ذات هی بیا ساقیا در دلم کن ظهور بده یک دو جامم ز آب طهور که تا مست گردم و ز انوار یار بخوانم همین وصف بر کردگار تماشا که چپ کردن ز آب طهور آب مثلا پاک کل باطن بنپی مست باطنی بکریتن لقلب بخوانیتن مطرب بهین کردن حالا نزن برداشت خود صوفیه لیه چه بود کسی که سیر سلوکن چه بود ولی ارامنی که او دنیانی هم فرفردی جک میشدن فرفر لطیفه فرفر و نوع ایک مسخره جوره که کابرا بایدن ای شارسانیت و ای روشه بکتا قال تجاری بکتا کشت لجن واقع که تا مست کردم ز انوار یار که تا مست بودن در انوار یار چه که بخواهم وصف بر کردگار خود یا وصف کردگار که کردگار چکت مثلا این روی مرد که لقیب و قوت نست که چه بیش و چه نویشه نه یک اوجره که یا دجوه او قصیل نور علی الهی است که باو که هین کردست وصرا روایت کل دم و نیسراول سدم خوی کردست بنمای ای اثرم بگویم حکایت پیشین زبر زیاران و از ذات آن دادگر بگویم حکایت پیشین زبر زیاران و از ذات آن دادگر که این زبر چکت هم منظور است که وقتی
درون و بیشنرای چه بیشو چه نوشتن چو یاران آن در آن حضرت پادشاه نمودن از بهر آدم دعا امین خرد اندر آن بارگاه بگفتا به آن شاه عالم پناه کنون است امیدم ای کبریا کنی عرض این بندگان مستجاب به ماها بکن لطف رحمت عطا بکن لطف رحمت عطا بکن شاد این بندگان در بقا خو یسه که لیلی لالکن و چپ کتن آیم خلق به خو ز تقدیر خود حال ز این بارگاه بکن خلقت بول بشر با هوا لیلی لالکن و که بول بشر و هوا چپ خلق که پس آنگاه خداوند با عدل داد نمودند حاصل بیاران مراد خب حالا این عدل داد که مراد یاران حاصل کرد نظم ناعدالتی چس هرمه سردمه قرار عدل بین خراوی و خاصی بودن خب لو هرمه قرار بزرگ خاصی بکالید یعنی گشتن نیکو بنی فرشته دی عدل داد چه مثلا این کردید قرار چپ کردن خب لو لیش نیساسی که قرار هم بد خلق هم نیکیش هم خیر هم شر هم ابلیس هم مثلا فرشته خلقش کرد جنکان گمراه بین سخری که بشر هین کردن که بشر کی باز نو بودن که یا یک نیل گمراه بود ای هفتنه که قرار بونه پیشوا اما پس آنگاه خواندیم به آیین خود آنچه دستور داد غلامان پذیرفتند گشتند شاد بفرمود یزدان کنون زردگل بیارید بینید تا کام دل بچن زردگل بارن خره زرد بارن یا کورا به خاک سیه هر دو داخل کنید تا قلبش پخته کامل کنید خب بچن زردگل بارن و اگر خاک سیه هر که داخل بکن که بتوانی چه بودن کام دل و جی باریتن برای چه کدن زردگل یا خره زرد و گرد خاک سیه قادی که راست سرشت بشه پس آن وقت آن گل مخمر کنید خب کنید خوید به مثل گلابش معطر کنید که او خره چپ که باید کنه بیرین و او خاک حالا یک گل لیره منظور خاک چون در واقع مخمر یعنی خویر کردن که خوی وقت گله خوی خویره در اینچه گل لیره منظور خاک باید بود خاک زرد و وقت خاک سیاه خب چپ که بنصد گلابش معطر کنید جور گلاب خوشوی بکه بگفتن یاران به سلطان کل کجا هست مأوای آن زدگل و این زدگل لکور هست البته بایش این که ولیش بای منو و یار سلیمانش تا کور هاتیم 533 بفرمود از آن کنون زردگل بیارید که پس آن وقت خبر کنید بگفتن یاران به سلطان کل کجا هست مأوای آن زردگل بفرمودی از آن سراندیب کو بود معدنش اندر عالم نکو چو یاران زهق یافتند آنشان مکائیل راهی شد اندر زمان خب وقت حالا کور ای زردگل ای خاک زردگل یا کور است یا کو سراندیب سراندیبی که اصلا گویا شونه لیفت و نو اکتراته که که بود هندوستان منطقه کردان که نوان خاک دین که باید چه طرح هندوستان بعد چه کردن میکائیل شدن خاک زرد بالی رو چی راسیه فوق جبل کوکس راسی میگن در محل که گردیا لناکای کو پیدا کرد او مکان لس فوق اینکا کوکا وقت تواست خاک حل بگیری چه بود خاک که ناطق و بیهات زوان شدی ناطق آن خاک گفت ای خرد زبهر چه خالق مرا میبرد و تیس ارا چه خالق توی من بویتن خوی زنسته سن ارا خالق خاک که خوی زنسته میکایل گفت ای
تراب لیرچه کرده خل لورا قلبی لیره کرده خل تراب زرین ترا زان برم پیش سلطان دین که تا قالب آدم از تربتت شود نیک پخته به آن حضرتت بسازیم جسم بشر از توهان تا روح سازد به قلبش مکان شود هی به امر خداوندگار کند طاعت حق به لیل و نهار و پیوشت میکایل که ایمه تویم بویم نت تو خاک زرینی خل زرینید که بویم تراز سلطان که قالب بشر لیلی تو درست بکریت میوکن تو که قالب بشر و بشر نیکیتن بشر نیک او حضرت آدمی توسلا که چپ کتن که رو لقلب مکان کتن و زنی بود و امر خانکار یا و امر خداوندگار چون لیره وگر خانکار نه قاطی کتن معنی دو معنی متفاوت دیرن دو مفهوم جوازن طاعت حق به لیل و نهار که بتوانه چپ که ای آیم طاعت حق بکتن شو روش دوباره تراب آمد اندر زبان بگفتا ایا مرد روشن زمان تو دانی به آن زاد یک تا فرد کن آزاد ما را به گردم نگرد که چون گردد آدم ز خاکم درست همی ترسم آن روز ز آن حق پرست شود ظاهر از وی ولدهای بد شوند گمراه از حق چو دیوان و ددد خب لیره چکه خاککه خواهی پیش بینی کتن که میشتن من زاورم لوا چوتن که ایره کان حق جسم و آیم من درست کتن اولادی لیلی بکفت و گمراه بون جردی و حیوانات وحشی واصلا و حق خواهی لفکر بوان پس خالق آنها کند لعن ورد منم رانده گردم از آن تا ابد لعن سپس خالق آنها کند لعن ورد حالا ورد چپ لیره که نفرینی بکتن و منی چپ کم لکور راند در بشم تا ابد در بشم که حالا لکور در بشوتن معلوم نیه لیره که منظور خاک چه بودن لبهشت در بشود لکور در بشوتن یه دقیقه بزنیم من اوور ده یادم نماسه معنی چه دیتن تونم معنی پیاب کن باشه طور ما گل سرخ هر یه دعا ذکر نیایش و اصلا معنی دعا و هین دیتن معنی دعا یا گل قرمز دیتن لیره ورد عربیه وردی بزنیم ده هین آخونیل چتی کسی پس لیره اینه لعن ورد و اصلا دعای نفرین بکریتن و منم چه بود رامده گردم از آن تعبد میکائیل بر خاطر اسم یار نبردن زان خاک در آن گذار برفتن در بارگاه عظیم بگفتن که ای پادشاه کریم مرا عفو فرما از این نوکار مرا نیست طاقت بر این سخت بار روان کن یکی دیگر از بر خاک مرا نیست این قدرت ای ذات پاک خلاصه میکائیل چطور لشه خاک نویتن ویشه من یک کار پرسه و من ناتونم یک کار بکم رامن سختی که یکی تر بنید سرافیل چوتن به امر خدا برفتن زان کوزان جایی که همی خواست بردارد از آن تراب باز گفت از راه ثواب لرس و خاطر خاصی خوی و تیسن دواره وقت سرافیل چوتن و تیسن افوم که ای دلیل خرد تو دانی به آن پادشاه احد زمن بگذر و دست از من برز دار که چون نیست طاقت مرا زان شمار شود آسی از حق همه ابن بشر یه سده رواتم که ابن معنی دیتن
یعنی نسل بشر رانده از درگاه دادگر که لیر منظور لوره کرد تا ابد در بکریه منظور شبی درگاه دادگر در مال حق در بکریت خاک علا در مال حق ها کورو مثلا من تا خالق تدل ایره که باید بخریت ور این على ایره دلیل ایسا لیره یه رسنتن حاج نعمت که سرافیل چه بود داو بودن مرا افکن ای دلیل خرد خو لوره چه بی اسرافیل بنیامین بی که هنین یا دیار یعنی مشخص وکی یعنی چندین جار ورگلی چه مشخص وین وکرتی یعنی کیوتین ولی لیره دلیل چه بود منظور یسا که داو بوزن اسرافیله زمان بگذر و دست از من بردار که چون نیست طاقت مرا زان شمار که هرچه من دست لیم حال کرد که یعنی ارکان بویتن لحق آسی و بون یا خی و بون ای نسل بشره و منیش درگاه دادگر لدرگاه خواه چه بکن درم کن حالا خاک درکن منظور چه بود مثلا منظور خاکی نعمت مگر هر خواه بزنیدن که من نیز با وی شوم روسیا شوم دور از رحمت کبریا سرافیل هم چون برادر از آن گذر کرد و رفتن در جاودان و گفتن که ای خالق بینیاز از این کار این بنده را افروساز که سرافیلش خلاصه و دست خالی تتوه و لله خالق بشه چه بشه این کار چه لعوده من خارجه من ناتونم این کار بکنم لیره چه هنی ریتن پس مالک الموت از امر شاه برفتن از بحر آن خاک را بعد کفتر را هاودن خاک مالک الموت بیکی مصفاس سلیره ازرائیل همی خواست آرد تراب از جبل تراب باز نالی در آن محل بگفتا ای مرد صاحب هنر قسم میدهم بر تو زان دادگر تو هم مثل یاران مرا کن گذشت که آزاد باشم در این کوهودشت که دلیل که مالک الموت که ویشتن دست سرم ها بی بالی ما و مکان خوم آزاد بم و مورم گذشتیم از پس مالک الموت از خشم و قار بگفتا به آن خاک زان کوسار کنون امر حق را به جا آورم ز من هرچه خواهی به جا ناورم دیگر باز گفتا تراب حزین و آن مالک الموت در آن نشین برو سوی خاک سیهان بکین ببر خاک تیره از آن سرزمین چنان عرض کن بر جهان آفرین کنون لازم است خاک بنده بدین دیگر باره اسراف آید برم عمل آرد آنچه بود در خورم خب یه لیره داول لیره که توشه بچو خاک سیه بود من ولکه که من ناتوام بوم خاک و اصلا آیم طاقت ای قهر نیرم حالا این دیدتن مالک الموت لخشم و قار استفاده که لیره چه را تبعیت چه لیره هلیر و ای خواه و اصلا الرحمن الرحیم دیدتن بذر زورملی و ظلم و ستم کالت لیره هلی سرطای چه خلقت را مطیع کردن چه که زور بهتر بعد خواه بشید که من پناه و خوابم که لدستور راحتم بکردن چون آلی خاک زر شنیده به اسراف دادی خبر کنون رو به فریاد آن خاک پاک که بر دست قابض نگردد هلاک دن اصلا انسان شید بودن چویی هم که پژوهشگر و نظرم نویسنده و اینا و نو یه ترتان کردن خواندنس این چپی چواش و حجویت کشف نکنستن که خاک لخوار لیالت و که لدست مالک الموت هینه بکتن رهای بکتن سازد رها رزگاری بکتن و حق جنفیتن و اسراف ویشتن اسرافیل منظور اسرافیل بودن
چکه بچوه فریاده بچوه دمی و بچوه دم خاک و که لدست قابض نگرده طلاق که و دست قابض داره من مالک الموت یا مصطفى یا اسرائیل که هلاک نودن خاک هلاک بین خاک منظور چست در آن دم اسرافیل از بار شاه نزول کرد زان کو زرین نما بگفتا به قابض دعای تراب به درگاه حق گشته است مستجاب که فرمان حق این چنین است حال که من زردگل را برم زین جبال خویسته چست اسرافیل و فرمان حق هاتیسن که خوی خاک که اول هاتی خاک هادی نویه است مالک الموت هناردیا ترسانیه خاک ترسانیه رای حلاکی نکید است حاضره خاک وقت این بوده اسرافیل بوده تو هم روسیای خاک را به بر بکن که آن تابع توست در هر زمان که چپ کردن خاک سیاه خاک بودن که چپ که تابع اسرافیل بود یکی زمان کن ولی زردگل تابع من بود که چون پاک باشد ازل تا ابد است چکه یه لیره متوجه بیم که سس اسرافیل و چویشه و مالک الموت که تو بچو خاک سی بار و من ای زردگل بم که تا آخر چست تابع منه صلاح خاصی ها دست یعنی این خراویش حالا دست کی ها دست مالک الموت یه منظور توی وصفه ز پس قابض روح از امر شاه برفتن بردن خاک سیاه حالا یه اسرافیلش نوتی سفه شاه وتی سفه یا کور وتی سفه معلوم نیه وحی راحتی شاه وتی سفه یا یک اسرافیل لطرف شاه وتود همه معلوم نیه هر جایی که خدمتان ارزش کردم دوار شایش دیرسن معنی نیست یه حال سرطای خلقت یه دیر باید کنه چه بودن یا ذات کل یا هر خداگر و خانکر و او هینه خداوندگر و او عنوان کانتر بودن نه شاه چیزی که زمینیه به عنوانی که زمینیه مقامی که زمینیه مناسباتی که بین انسانی کمولایتیه معنا پیدا کرده پس قابض رو از امر شاه و امر شاه چی خاکسیه بود چه قابض بیاوردن خاک تیر نمودن تسلیم بر دست پیر ز پس باد از امر دادار فرد همان زردگل زان جبل گرد کرد سرافیل دامن به سویش گشود به دامنش افتاد آن خاک جود حالا این بود و امر پادشاه گرد باد بی خاککه این بی خاککه گرد و بی و اسرا و سرافیل چکر داوان گرد ور خاککه و اینی کرد خاککه چه داوان اسرافیل دامن به سویش شد به خرمدلی در آن زمان گشت شاد بیامد دوان نزد پیران را که و خوشحالی و هاتو بعد یه از آن است گشت مقدر ز شاه به ابن آدمی در همه جایی که هر آن کس به جامش بود زر تراب ز قابض نه بیند دیگر و عذاب به دست اسرافیل رحلت کند به خوبی روانش به جنت برد ولی هر کسی بود از تیر خاک به قهر و غضب می شود او هلاک کند مالک الموت او را فنا که چون پر شده بار او از گناه خب حالا یه چه بودن لیره تقسیم کار کن کسیلی که نیکه بوده سم سرافیل که رحلتان کتن و روانیان بیت چه جنت بهشت ولی کسیلی که بشه وصلا خاک زردگیان شاه عشق جسمیان بوده تاویل منظور است که جسمیان دی بوده چه جوری میید که خاک زرد درست بیود که بوده چه سهم سرافیل که
هینان کتن رحلتان که بوتیانا جنت ولی کسی که لخاک هین بود تیرخ بود و قر و قذب هلاک بون و دسکی مالک الموت فنا بون چون پربینست لا گناه کسی که گناه بود بکتن یعنی خاک تیره بدنیان زیاد کتن و خاک زرد چه بود بدنیان او قسمت زرده کم بود حالا هینا این روایتی که لهنگل گیاسن حالا لکورو رسول دستیانا یعنی رسول دستیانی هاتی سنو روایت الدینی الابراهیمی لیونانی لو هاتی سن توانش معتقد بین که هنا جسم انسان لدو بش یه بش زوی یه بش آسمانی چون انسان حیوان و اصلا مقدس خوار بیسن که باعث بیسن که بدنی بود دو بش یه بش زوی یه بش هنا یه بش آسمانی که لورا آنش هری اعتقاده ده و نوعی که بیان کرد و روحی وان چون بشکل او فیلسوفه واصله پیشا و پیانوشن پیشا سقراطی وجد سقراطی این سال هفتم و ششم وجد هین تقریبا وجد زاین که وانا دیدگاه ماتریالیستی داشتن مادی داشتن نسبت به دنیا و اعتقاد داشتن که همون چیزی لیه مادی سچو گریه بران معتقد بین او آغیر لیه بران و چنین هنگل جوجوی توجیه داشتن را پیدایش جهان را درست به این جهان که هر دور این و دیدگاهش و باور داشتن یه چینن که روح ترکیبی که او آغیر همونجا که لبان یه چاو بیسه که رکنه او روح فراتر و بودن یعنی او انسان و رولای تمایلات جنسی و رولای تمایلات و اصلا دنیایی و کشش پیا کردیسن هدایت بیسن و آغیر بسرا روح فراتر و بودن و معنیه که هین و بیسن روح جلا پیا کردیسن و انسان سالم تریک و یه توجیهی که لورا هین کرد و دائره دری وشی و بیان کریتن و روایت تاثیرات بین انسانی و بین فرهنگی که بینشان اگرچه سیاه خاک با خاک زر شد آمیخته با هم از بول بشر ولی بعد از زاد اولادشان جدا گشته از همه خاکشان هر آن کس که بود خلق از زردگل ز حق دیده در هر دو سرا کام دل هر آن کس که بود از تراب سیاه همیشه بود منکر کبریا که یه جواب بونده منالا کنن تنیا ای قاطیواتیه آیم سریشیا هستن خاک زرد و گرد خاک سیه قاطی بیسن سریشیا هستن که قالب آیم یا بول بشر لیده درست بکرید ولی وقت منالن کفتوا ای دوهانا لیک جوابن یا جنس آیم اکا یا خاک زرد یا خاک سیه هستن که دی هینه هرکان و شریکینین بناوی بیتیده هر آن کس که بود از تراب سیاه همیشه بود چه منکر کبریا که وای که لخاک سیاه بودن منکر خواست منکر دین خواست و که چه هین بودن دی کام دل گریتن حق حال دل یه دواره لیره چکردیسن دواره هم چیز سر بگویم حقایت پیشنشون اصراف آورد آن یار خوش به بنیان بسپرد آن زردگل بشد پیر از آن بسی شاد دل چکرد اسرافیل هاورده ایره بنیامین کی بی جبرائیل من فکر مثل این بی اسرافیل پس لیره باید پیرمیسی بود اسرافیل بنیامین جبرائیل بیاره اسراف آورده چکرد ده بنیامین خب بنیامین چکرد ز پس پیر با یاوران زان مقر بهنگ کرده از امر حق خاک زر به میل و به هنگ خاک را کفتند با خاک تیره بیامیختند به قلبیر یا هر چی کس آن خاک را
بیختند به قلبی بیختند در آن حوض قالب هم ریختند که دیر قالب را درست کردنسن کتانی شریکی کردن خاک شریکی کردن و چه کردن خصن نو قالب نمودن یاران پس آن را خمیر لناو اینکه او قالب گردن و دستور شاه کبیر نمودن پخته چو آن گل مشت به زرد و سیاه هر دو گشتی سرشت پس چه کردن پخته کردن او اینا گردن او خمیر و خرق گردن و او دو خاکه چه سرشتکی بی خاک زرد و سیاه سیاه خاک شد جسم سیاه بش خاک بی جسم و جان زرد خاک و جان چه بی خاک زرد چون ناپاک گردید داخل به پاک خو یسه جان بیا زرد خاک بیا جان رو و خاک سیاه بیچه بیا جسم از آن گشته یاران بسی دل حزین نمودن سجده بی جان آفرین که فرخ غمگین بین ای ترکیبه که ما این بشر بر خود ساختیم به خاک سیاه نقد خود باختیم روا نیست ما هم به خاک سیاه شویم داخل اندر جهان فنا خویسته بیشتن ایمه یه و پیمان ناخوشه که انسان لخاک سیاه بودن و ایمهش قراره بشیم نچه و جسم ایمیل سیاهی خاک سیاه و اصلا کسی کو شود داخل تیر خاک نگردد به شستن دیگر جامعه پاک و شوریانش چه جامعه که پاک و نوتنه بیشتر باسراهینه جسمی که لخاک تیره درست میاد دایم چنه توی پیش از یه ساعت نیست من یه خالیل هینه که توی چون فرد توی کشی و جورا 1615 به هم ساختن قالب وارشون آمد او را به سر دبیر خرد چون به آنجا رسید و ام شد از خدای مجید به وجهش بکش این با لام و یا بکش نقشه چون صورت کبریا خود تماشا که چه کردن لیره دبیر خرد چون به آنجا رسید دبیر خرد لیره منظور اتمن پیر میسیه بو امر شد از خدای مجید چه کرد و به امر کریا وجهش به وجهش بکش این بالام و یا دمچوی وینه بکش و شکل چه این بالام و یا این و لام و یا یعنی علی بکشه ای انسان لشکل علی بابوتن نقشه چون صورت کبریا بکش نقشه چون هر چه صورت او بزرگوار منظور علی بود بکشه پس یه چیز انسان وقتی بیشن در شکل علی هین بیسن خلقیاس لعیره رسانه معنی حاج نعمت رسانه معنی دوست بیشه قلم را چوزد پیرموسی هر خدمت دبیر خرد پیرموسی بید قلم را چوزد پیرموسی به جام به تصویر او 6 جهت شد تمام سپس 4 حسش نمود آشکار بیامیخت با او عناصر 4 چو قالب سر پا بنا ساختن بر آن دشت بی جان برانداختن خود چه کرد قلم دا تصویر 6 جهت کیشا تصویر 6 جهت رای کیشا چه کرد 4 حس لطی آشکار کرد 4 حس آثار 4 حس علا معلومیه چشایی بویایی چیز هر مزنی و نویا حس رای آشکار کرده است حالا 4 حسش منظور 4 طرفیش بود نه گمان نکنم حس معنی هین بعد داری 4 طرف مثلا 6 جهت داری 4 طرف رای هین که بیامیخت با انس 4 طرفی و عناصر 4 گانه مثل آو خاک و چه و آور این کردیسن دیره قاطی کرد که کرد حجو 4 عنصری که لدر و وجود هاتن و دری چه کرد و او 4 عنصری چه
و رضایت خویان ترکیب که دنیایی که راضی من خلق پیدایش بیاد نه خلق بیاد پی وجود هاتیستن و صورت اولوشن یا تسلسلی یا تکاملی که چه بودی 4 عنصر ترکیبی تازه عنصریل ترکیبی عنصریل تازه وجود هاتی و یواش باش این دنیا هاتیسته درست بین و این روان درست بینه اولین بشر لناو این آثار کلیه متنید کلیه و در خواه حذف کردن ولی لچکور هست بخش اول شاهنامه فردوسی ترجمه کرده و اشتباهی که کریتن در مورد شاهنامه فردوسی که کنسه واسرا حماسه سرا و نظرم هینه خیالی واسرا را اینه کرنه را اثر قائل بن واسرا و نوعی که خوی حجب کردنه بی نرخ کردنه ولی خود فردوسی میشه من او نام باستانی جام خرد بیدانه و منیج رأیی که نسل گل آینده لیلی با خرد بن یا این زامت کشم و این بسرا جوری کشم و زوان فارسی حالا وگردم یا بیانی کن و یه که لور و خاطر و خرد نه و خاطر یکی جنگ و حماسس و بسرا بگیر و کل بسرا یا قبور و بریا کلا و خاطر شیرینی روایی نکانی جنگ کانی نیه بلکه و خاطر پیامبری که فلسفه که لناو او هینگل سریشیا لناو او شیرگله بیسه که لیوره فردوسی نشار بیست ولی لیوره چگه لیوره حجوی کده او روایت حجو کده نوتور کنی که لیوره چیه خاک سی و خاک زرد قاطی کردنستن متلیوره چکر و 4 عنصر او خاک خود یه عنصر یا ماشاءالله و 4 عنصر چه قاطی کنن بیامیخ خب هینه کردن قالباکه درست کنن ولی کردن و لیوره تا چند سال من و این نوی زنین نوی و فرمان لا یزال او قدرت نکردی نزول رو رای این نکرد نازل نکرد که چنان قفصه و بیجان و بینفس منوی لورا جار اکتر چه کردن یاران را هر داخوازی باید بلیال کن و باید کنی بکفن پیچ پای نیاشته خالق و اسرا که بتوانید کاری که رنجی وجیب کردن اینجور دیاره سرکرده حریم بیسن ای خالقه ها باید کنید رشوه بیده باید بلیال کده تا وقت کاری بکردن وقتی کشیدیم روز شو تا روز شو زحمت کشیم تا وقت ای جسم چکردیم تا وقت زردگل هاوردیم و بعد تیره خاک تیره هاوردیم لدیش تو زردگل لکو هاوردیم و چکردیم کتایم و لحوز شریک یعنی کردیم مخکریم خویر و خلاصه ای تنه درست کردیم مثلا ایسا جسم رو نیدتن خو ایسا لیره چکد لیره هینی کتن لیره قراره بزنیم چو جسم وارد بدنی کتن تا فرد طولانی و نو نواره کشی قسمتش تمام کمین و بقیه ادامه بیلیمنا را برنامه ولی کتر هم دواره لیره حاج نعمت الله جهون آبادی مکری احتیاج دریتن چپ کتن شارژ که لباتن و که یه دوستی جامتر بنپی مصب کتن که بتوانیتن شوم ناطق و حق کنم آشکار و حق آشکار کتن که بیا باز تو بگیر بخوان وصف حق تا شود دل منیر بزن چنگ و ساز و رباب شوم تا حق این زمان کامیاب خب کنید جمله هم زمزم بهر من که تا گویم اوصاف حق در سخن خب یه سه چپ کتن مطربگل باطنی و اسرا خانندگل باطنی را حاج نعمت بخونن زمزمه بکن تا وقت چپ کتن
شارژ بود با اتحاد چپ که اوصاف حق وارد از وان در سخن وسا بیاریم روح القدس در بشر هی شود زیندم از پا و سر شدیر خوش شریک بکرد که باوریم چپ که من روح القدس روح مقدس باریم چپ که من لبشر لقالب بشر حلول بکیتن وارد بکیمن تا زنو بوتن لی لحظه هم پا و سر و لگشت بدنه زنو بود چو یاران از آن پیش از داودگر همی خواسته هی شود بو البشر ندا آمد از کردگار جلیل بفرمود از آن لطف با جبرئیل حالا چبی تا ایره لنو در کلون مقر بارگاه لنو دریا رجوع لبنامه ورنگا بیتکان خواندیمن شیرکان خواندیمن لیره چکر بشر لیره خالق چیه دیرو کفت علای هر مهانه خود طبقه هفتم موثرات زمان خلقته معلوم نیست چه سرا کام آسمانی مثلا که قرار چپ کتن و وحی و گرتین جبرئیل قصد کتن فرمود از لطف با جبرئیل پسندی ندا آمد ندا یا وحی آمد را جبرئیل که پسندید مطلب و راهتان به بینید اندر بشر شادتان خویسه قبول ای مطلب ریتانه که گیرینه سوال منش قبول ما که شاه بشر ظهور بکردن چون ناظر شود در بشر ذات کل بیابید آن دم از او کام دل چون ذات کل لبشر ناظر بودن لوجود بشر ناظر بود تجلی پیدا که چپ کردن کام دل لیگرن یاران ولی جلوه ذات بی قش بود فروزان و سوزان چو آتش بود اگر آب نبود به پهلوی نار بسوزد تن از تابش آن شرار صفات آب و آتش بود همچون ذات نگنجد به جا ذات از بی صفات هم دواره لیره چه ذات و صفات قاطی کرد که باید کنه ایره کنه آو لیلی آو نوتن چه که سوزنیتن پس باید او همیشه ول آوره بودن صفات آب و آتش آور ذاتو چه بود صفاتیش آوا نگنجد به جا ذات از بی صفات ولی جوری ناتتن ذات بی صفات جوری ناتتن اگر آب نبود محافظ به نار نگیرد یا نبود شاید تلفظ درستی بود نگیرد کس از تاب آن از آن تش قرار او گره قرار نگیرد در آنوتن اگر ذات جوهر بود جسم ظرف که بی ظرف جوهر نگنجد به حرف پس صفات است چون ظرف در روزگار چو آب است آن ذات در جویبار پس در جسم یه قالبی که او یا یک مثلا چالی که چه بودن او ذات جور اولتی روان بودن یا ذات جوهر بودن جسم ظرفکی بودن که باید کنن ظرفی بود که ذات لتی بگنجه لیره چه کردن؟ دیریتن مادیت دیتا مبنای مادی راهین را ذات قائل بودن لیره حاج نعمت من به ماتریالیزم اگر ظرف نبود به دور زمان کجا گیرد آب روان که رکان ظرف نبودن لدور زمان یا کور آرام گریدن او روان با توضیح من یعنی جهت تکرار یه منظور تقریبا بیشتر گفتن یاران شاه زمان ز روحانیان کیست باید بخوان بگو بهر ما تا بخوانیم وی روت زین صفت گردد انجام هی حالا اینی کرده هستن که لشات وان که روحانیان
كيا هين بوتن ذات حق لوجود وصراهين كتن لوجود ظهور كي حلول كتن استدنی من محمد چشتن و به پاسخ بفرمود پس کردگار بخوانید ارواح احمد ببار خب چه کرد احمد برنامه ورنه هاورد لزمانی که هفتن خلقی احمد که ناو تر را محمد ابن عبدالله بود احمد مصطفی و اصلا چه کرد دور خلقی کرد سرسپردگی نکرد خیوبی سلیره باید یان چپ کن باید تکان در نو روحانیلی که بوت جسم آیم محمد ابن عبدالله رود در درون بشر این زمان شود ذات حق نیز زان مهمان پس بوت چه جسم محمد که ذات حق بوت مهمانه و این ذات حقی چه بعدن جای وکی بوت چه علی محمد شوبی جامعه رو جگه بنامور وره اینا خالیم جامعه شوبی علی جامعه روش خوردی که تاریخی روشنا وکد و بیانیت جور و جوری این مناسبات انا بیان کردی و لفظیت جور و جوری وقت هین کردن پیریل و اصلا پیران هم داره مفهوم که پیچانه پیو ها ای لحق ای قصه حق جنفتن خواهش کردن لرو که چپ که بگو وطن الرو و امر شاه با بچوناو چه بچوناوی جایگاه جسم کسی خرین ای قالب آیما با بچوناوی بعد برو اندر این بطن خان بشر که تازاد کرده در آن جلوه کرد بابو شو اینه تابزاتیش بایدن للیت ظهور بکیدن از روحانیان کس نکرد این قبول نشد رو بر جسم آدم نزول دیگر باره یاران که قبول نکرد نچی رو نچی قلبگاه دواره چینو لیالتیان ده حق وقتی چاره چستن ای کار اینا چاره چستن که ای کار سخت آسان و بودن که رو شده قلب و هفتن ود ایزد چپ کتن بشنه نو قلب بشرک هفتن بشنه نو چه قلب بشرک حالا بگفتا بیشان به قلب بشر روید و نوازید ساز و ترپ باید تلفظه که درسته بود ضد این کردن دومگشنویانا بخوانید از شوق توصیف رب خو ایه هر ما خرگه لیره چه که تیانا نو دلی و قرار گیان بوریدن که دلی بود جی حضرت هر ما دل رای در زنی و نکرده چه هفتن بشنه نو دلی و لورا ساز و دومگ بشنن توصیف حق بشن علا بکن یا علی بکن نظم حقانی بخونن و بان برز و دنگ برز تا چه بودن زمزمه او هینا نو او جسمه این جذب که تخواه رو بکش تخواه رو و این سرمز و موسیقی و مقام خوانی بگوی تکبیر حق با نیاز بیان کرده با روح سربست راز همین بشنود روح آن بانگ ساز شود مست وزیر آید اندر فراز چه روح چپ کتن بجنفتن که لناو دل خریکه هفتن رای حقان خوانن و مقام الحقانی جنن رو چکتن مسبوتو تتخواه الله حال کوره ای روح معلوم نیه یعنی خوان روحن انا جهان روز از در خلقت مثلا گشت ارباز
رو چپ باید خوار بیاید در آن خان سوی شما، شود بی خود از عطر روی شما. که باتن را ولا ایوه و دخوی لعطر بو ایوه چه بوتن لخوی بخوی بوتن خوی هین کتن بیاید زان پز خان برون که تا رو گردد گرفتار دون. خب وقت روح هات مس بیو اصلا هاتن او جسمکا ایوه دربان تا او لنو جسمکا گرفتار بودن رو لأورا گرفتار دون بودن. یکی اولین دون بشر لوردی جیگر بودن سازیت معنا پیا که واسه همین روزان جسم جنبان شود به قلب بشر روح تابان شود. شود قالب خاک بر لحم و دم رگ و سخان بسته گردد به هم. خب وقت روح وارد جسم بود جسم که تت جوله جول قلب بشرکه چه بودن روشن و بود تابان و بود و قالب چه او قالب خاک دی و خاک نمید بود گوشت و خون رو استخوان پیوند دیده یک و ای اجزای. چون آن رو تابد در آن جسم زان بشر شود نازل او شود جلوگر. پس ذره وقتی لعو هینست لعو جسم تازه گیان وری کفته ذره از ذات حق زان بشر چد نازل بودن ذره لذات حق حالا در ذات و هین و بی گشت و ایجانات ذره ذره لیزتن. حالا این ذره چه بودن معلوم یه لامشته یه قیچنکه یه واصلا پرشنه یه چیز مثلا این ذره نوع مادیه یا مثلا روح چپ کتن باید نازل بودن جلوگر بودن لورا رو نازل کرد دیره ذره لذات. پس آن که یکی زوج از جسم وی شود خلقت از امر دادار هی. پس چه بودن لیره جسم و امر خالق دادار چه بود زنه و بود. هر آمدن که شد زاد و اولادشان از آن ابن بشر پر شود این جهان. پس زاد و ولد بکیتن ای بشره چه بکید جهان پر بودن نسل لمنالن. تمامی اروانی که بدان به جام بنی ناس سازن مکان. تمام ارواح خاص و خراب چنه گیان انسانکان گیان انسانکان ماوه گیرن جی گیرن. دیگر آن ملک های روشن زمان شوند داخل دون با جسمشان. ایسه چه ای هفتن ملکل روشن زمانه چکن لدونکان لنو جسمکان دون و دون چن اونه با جسم و جان. دیگر جمله ذرات زان بهر دون زنند قوته و زاین برون. خود تمام ذرات چپ کتن لبهر دون مثلا دون چن چرخه دون تیکن تا قوته و باز آین برون. چنه نو چنه دشت یعنی زاد و ولد دیر قوته مرقابیه که چه مرده مردان چون قیمته بته که یا جعلی که نالس زوانه فیلسوف گوره شیخ امیر سده سنزوم کوچی دوانزوم کوچی در آن بهر دونی ذات وجود چپ که زهر جام پاک است آید وجود. نمایان شود در بشر مظهرم ولی کس نداند جهان داورم. حالا یه بیسیم شخص در ادبیات کوتو کنید عوض بی که دور خالق قصه که در یکی تر قصه کردن. در نتیجه این که ذرات حقی چکتن لجسمکان جلوه پیاکه ظهور پیاکه او بحر دونه وصله و چرخ دونه چوته چه جامعه پاک کن فقط ظهور که در بشر مظهرم ولی کس نداره جهان داورم. آره درسته در ادبیات که من گرهاری بید نمایان شود در بشر مظهرم
ولی کس نداند جهان داورم. کسی نزانه من داور دنیا او اینما او قاضی کلما. لا بشر نمایان بوم مظهریت پیدا کم ولی کس نزانه منم. ولیکن به هر جام زام دونه دهر بیاران خودم میشم رابر که لهر دونه رابری یاران خون کم. به هر جام بر عین یاران پاک شم آشکارا در آن جام خواب. پس لهر هینک فقط یارکان خوی آنه که چند واسرا و چویان واز بیسن توانن بینم خم آشکار فقط را کسی دیکم از یارانی که پاکن دیده پاکن. کسی پاک باشد شناست مرا کسی که پاک بودن من ناستن و توانید چه بودن داور را و سال جهان داور برستن و گرد حقا بوده یکی یا یک وصال مثلا بوده یار دیره منظور یعنی دیوی یا ملحق وقتی بود. کسی قافل از حق شود در بشر نبیند وصال جهان داد کرد. کسی که قافل بودن لحق لجمله یاران حق قرار نگیرد. ایسا که لحظه دوروجه یه تکراری وکه که من گردیم دوران و دوران جامو جام بعد فرستم به هر قوم پیغمبری به نیکان و پاکان کنند رهبری. را هر قوم پیغمبری کنیرم و نیکو را که چپ کتن که را نیکان و نیکل و پاکل شکر رهبری کتن. ایسا که یه لکولیکانش ترجمه کرنسن که حضرت حق رنگ عوض کتنو بودخانه او درست کرده سو نازنم آتشخانه او درستی کرده سو مسجد او مزگفت او درستی کرده سو یعنی گشت پیغمبرگان او هینه کرده لی جعلیات سرشو اگر کرده که چی هستیه. بخوانند بر خلق شهنامه هم شناسند هم ذات و هم جامعه. خوله را چه کرد؟ دی و اصلا آیات و احادیث نمند بیا شهنامه شاهنامه پیغمبرگان چه بود؟ شاهنامه بخونن را مرد مکانن را پیرویلیان که بتوانن ذات و هم جامعه حق هم ذات و هم جامعه حق بناسن اصلا و راه صراط المستقیم هدایت بند. به هر قوم خوانند فرمان من به جا آورند عهد و پیمان من. شاهنامه بیچه عهد و پیمان نامه لهر قوم فرمانکان من بخونن را مردم و توانیچ عهد و پیمان من وجیب بارن که در صورتی که لادیان فریضه هست واجبات هست و دستو فرمان حق و صورت واجبات و فریضات اصلا فریضه اجرا بودن اجباری و اصلا نکردن گناه است ولی لیره چست عهد و پیمان رازیمنیه یاری و رازیمنیه و داره چه تماشا که چون حجف کردیسن که چون کاولکاری و چپاکاری کردیسن مفهوم کن که ولی جن کشی هستن. هر آن کس شنفت قول و گفتارشان ز رحمت شوم در جهان یارشان. که به هر کس و قول پیغمبرکان کرد من بوم یاریان. هر کسی گمراه بی غافل بی دیگر خارج لحق ناگرن. منفعل بنو یه سدی تمام هین بودن دیره انو خیطه لحق و منفعل و بون تردیم کردن هر کان چه بودن لحق غافل بودن. بعد یه هینه کان این نیکل چه پاداشن و بعد چه سزایانه یعنی اینه که دواره هر تکراری وکر و بیانیله تمامی راهی نکن خوی واسرا کسی که حق شناسن دو عالم بریشان چو جنت کنم بکم بهشت رن همه داخل آن حقیقت کنم. تمامی خلایق زنی کوزبت کنم تابع نوریان تا ابد.
که لیر خلایق خاص و خراوچه که بوده تابع نوریان پیغمبر دو او کسی که چه بود نور حق حال وجوده یا یک نور حق لوجودن ظهور کرده است یا یک ذات حق لوجودن مهمان این نوریان معنی مختلف گریده بود او که اسعد وفا شما نوریان وصل بازات شام بعد لیر چو در آن روز محشر به آن کائنات بدان موت بینند خوبان حیات که حیات واره اندر بقا و بون خاصگان چه بودن و حق ملحق بون و دی ناون زنو ناون و اصلا و دی معنی چو یزدان ابا پیرها زان مقام نمودن تجدید عهد و کلام شد اتمام حجت در آن بارگاه ابا شرط بنیام و اقرار شاه دیر شرط اقرار جوابی شرط بنیامین اقرار شاه مفهوم کن جوابی ولی همیشه چه اقرار و این و گرد یک بدیانه کرد یعنی وقو یه مفهوم ند مفهوم ایسه که لورا این هم تمام بی با اصطلاح قصیان تمام بی عدد و کلام تجدید وکردن تازه وکردن اتمام حجت کریا لعو بارگاه در رواسرا شرط بنیان بیو اقرار شا یه لیره شرط و اقرار یا بیا بس کریا یا عدو به پیمان بس یا به راه ردا ایسه یه چه یه عهد و پیمانه که روی جورسته به راه ردا داود دستگیر به آن ثبت تومار موسی وزیر به آن خدمت پاک رزبار پیر به ناز غلامان صاحب بصیر هر آنچه که دلخواه یاران بودی به تقدیر حق در جهان آن شدی ز پس هفتن و هفتان هم قطار ابا چلتنان و غلامان کار نمودند طاعت به آن امر شاه خریدار گشتن حق در بقا یا یه سکه چه کردن قرار دانن که همیشه مینه حق بکن و مینه جاودانگی بکن یه گشت تکراریه ز پس هفتن از زمان دادگار برفتن در بطن خان بشر یه دواره چین و چپ کن ساز و مقام خوانی بکن که این رو گول بین بان نو جسمه که و خویندت در بچین که رو چه بودن زندانی جسم بودن در جسم زندانی بودن زدن جمله زان خاکساز و تمور لره تمیر هاورده ور رو فکرم رسیدن که مقام لکردیگان آتیست که مقام سرترز مقام دنی که وناو سرترز که لئی موقع که رو داخل جسم بیه او مقام خوان نسن یه جی درست حافظم کار بکیتن خوان مثل که او مقامی که خوان نست که رو کس جسم مقام سرترز بیسن حالا لکردیگان اولی لیره اشاره به نکرد بیسن تایرک من دیگه من جهان گشت روشن زر آرزنای بلند شد شو آهنگ یاری مقام شدی رو سرمست بانگ کلام که یاری مقام یاری خوندن آهنگ یاری خوندن آهنگو چه؟ آهنگ یاری مقام خوندن شدی رو سرمست بانگ کلام که رو و کلام سرمست بی که احمد بودی نام آن رو پاک بشد بی خود و گشت داخل خواب پس رو چه بی احمد بی دیری چه همچست احمد ابن محمد ابن عبدالله است دمیدی ابر قالب بو البشر یک ذره شد هم در آن جلوه کرد سرا پای آدم مجسم به لم شدی هی و آنکه دمیدی به دم خب یه چکه تکرار هر او هینسه که خواندن و بیان اکتر هر او تکرار واسه که هفتن چین نو قلب خاکه و شروع کنه مقام یا یاری خواندن لیره چه یاری چه حجب کردی اصلا مفهوم یاری که کلام بخوانن که رو بایتن و خواندر بچن گوری بیان هل سرطا و خالقان و قبازیان هلی رو دیاره
دمیدی اگر خال بولشه یکی ذره شد هم در آن جلوگر سر تاپاچه بیا گوشت بیا گوشت و خون و زنوبی. پس از قدرت شاه صاحب کرم شده دواره یک مفهوم شاه و صاحب کرم دو مفهومه که لیری چه خرا و کار بردیستن. ز سر تا به پا قامتش شد علم، به پا خواست آدم زبان برگشاد، به درگاه داور به سجده افتاد. که چه کرد؟ هات زوان زنوبی و حساس سر پا سجده برد و ملپانه نکرد، باید هر بسیت پا بعد سجده برده. بگفتا که الحمدلله از این شدم هی و دانا در این سرزمین. تازه همه زنی بود کردیسن، تازه دانایی چی بیسن. همی کرد بر روی عالم نظر، بران چرخ افلاک و شمس و قمر، بر این روی ارض و بر و بحر و کو نظر می نمود. بگفتا او که خالق عجب خلقتی کرده است، به این گونه گونه برآورده است. هر یه آیم درست کرده گونه گونه و بیسن که منظور عجب این دنیا حتما منظوره که دنیا گونه گونه طبیعت رنگ جورا جوری دیده دنیا فوری عاقل و زنوبی عاقلش بیسن هیچ تشخیص دیگه تکن احتیاج نیه واسه تجربه کتون نیکوبت دین کتن عقل ولی هینا ولی حادث دنیا ضایع است. بعد یا هین کتن دانی من دیری چه و درست بشی منو 45 32 تا داخل شدن. بعد دیره تا داخل شدن آدم هوا در جنت که دیره روح که زنی و بوجر آیم زنی و بیو روح ذاتیه ذره لذاتیه وجوده و عاقلی هسته الحمدلله و سجده برد و او کاری که یه بنا باید کته زی یاو گرد یعنی یاو نگرد هر لوجودی که چه باید کته این بیسن مثلا لو پیش برنامه ریزی شده است واسه تروارل ذهنی عقلی شکل گرفتن در زمان زای شده احتیاج و تجربه نیرفتن اوی که خالق لوجود چه کردستن جاسازی سرشتی هستن عقل وجود سرشتی است و یا تقریبا چطور را سر نظرکه افلاطون که افلاطونش معتقد بیگه روح عقل بشر ها ول روح تت وجود متعلق طول زندگی او عقلت ورورت لوجود قابل واصله شناسایی بود لکانشس لمغز واصله هوشیاره که تتی یادی که چو او عقله ورورت تت حافظه هوشیاره لحافظه نهوشیار تت حافظه هوشیار و زانتن که دیگه موردی که چپ کرد ورورت این که عقل لوجود شکل گرفت ورور زمان یعنی و تقریبا هینه ولی خویه دیره زمان نور تفوری وگرد روح عقل که خوی نیشان هر یک زنی و بی حساس سرپاس سجده برد و الحمدلله ود حالا نود والآخریار ود الحمدلله چونکه هنا سرشت طریقت حاج نعمت قراره یا جنمال بکتن بیت ذکر اسلام وقد او باور الاسلامی بشلیست استقلالی که نمینیت جهان بینی فکری فلسفی از این یسه به دور زمان هر یک تکرار که پس هفتن از رحمت پاشا شدن شاد و خرم دل و بازیا خرم دل و بازیا. خب یسه چه کردن؟ خرید خویان لدکان خالق کردن هرچی تواسن اراین انجام داد واسه لدکان نه اوفیس خالق حضرت حق دادگر دادور نازن ودود خداوندگار
خلاصه هرچی تواستن جیوجی کرد یعنی چکردن لجی پول لجی واصله چکردن عبادت و سجده و تمجید و تکریم کردن و مزددان یا یک اوازدان اوز کرم لطف معجزه یه لیره هین کرد که چنه بهشت لیره لبهشت چکن اسرائیل ابلیس که این کرد ازازیل که ابلیس ناوی بودن و قدیمیش عبادت کر حق بیسن وقت آیم هین بودن آیم خلق بودن چکدن گشتن سجده کن ارای ملائک پس جمله ازمشان نمودن سجده بران پاک تین بران پاک تین شدن از محبت به او همنشین پس ابلیس از راه کبر و کدر زدل شد مخاصم ابا و البشر پس لره کبر و اسرا کینورزیه یه دشمن نوع بشر کی ابلیس که این کرد وقت امر پیکریا که چپک سجده که ازازیل زان امر راقب نبود دلیل او نود که او امر جیوجیب کردن چکت تمرد کرد سرپیچی کرد خداری کرد ندا هاچه لحقوا که ای خیر سر نکردی چرا سجده بر بول بشر ازازیل از آن امر دلتنگ شد ز کبر و منی داخل رنگ شد به پاسخ بگفتا به ذات احد کنم سجده من بر بشر کی سزد که او خلقت از خاک و من آتشم یقین بهتر از اوست آرایشم این بودن کبر گریته خوی گوری گریته خوی گوربین دونین گریته چیز که ویش من لعاور مو او لخاک چی بودن من سجده رای بو مو سرشتی لخاک و من سرشتم لعاوره و من 100% آرایشم ساختم سرشتم فرفره خواستر لعو سجده ابو بشر ناکم چا اگرچه هرچند و قیمت یکی یا و سزا یه بوده که لدادگریش لخوای تردم کردن بیرون موقعتن من سجده ناکم پس چکر جزای چه داد لدرگاه دری کرد یا هر او اینسا حجف کردن لیاری در کردن لدرگاه حق در شدن ابلیس لدرگاه حق در شدن دوره کسی که پابنون و اقرار و اصولیاری و ارکانیاری چه بکن لیاری در بکرین در چه بود لدرگاه حق در بکرین دوره لدم دستگاه یاری در بکرین یعنی حجف کردن او دیدگاه فلسفی است او گوهری است و معمولیتی جسد و موافقش بیستم تایسه که مدین فاشی که موافق هر یک جسد هویت ایمال طریق سیلو در واقع هویت سیله یا هویت کاتیلو باورکانی انا الحقلا نهین چه گورانکان پس فترت بی بعد من در 62 خواندی من ازازیل بعد سپس جمعرات امر شوان داخل دون دهر فنا زمان شد که امر دود که ابلیس آورد به آدم سجود زائل زمان امر راقب نبود که یه این کردی من بعد حکایت گفت که ابلیس با خداوند که مردود شده بود و ساقی نامه که یعنی چیز نیبچی مثل تبدیل چیز شده هوا و ساقی نامه ذکر خلقت شدن یه لیره هوا لسین چپ در دیریتن لای چپ آدم خلق کردن پهلوی چپ و یه حکایت گنم که چنه بهشت که یه خوشه گنم هست یه بنج گنم دور هست که منیم که نهیم که کلید پانول اوان للیان خود چون ابلیس چکه جادو کردن و اینان کردن
أخفالان که واسلا 2099 چیم نسن تا دانی من دیره چبوتن وقتا کش بید 2 ساعت و 2 دقیقه تلنین تا کورا قابل و حابیل یا داستان قابل و حابیلی چاور دیگه سو که یعنی اهمیتی که نیدیتن یه چیز هم داره تکرار چند باره که بود ای دونه که بویت نو ماس قانوار که ای دونه اصل و مبنای ای مذهب است و ایلری ای دونه چه بود ای دوانا لیک بشلس یعنی یک جاو نو میرات گوران وگرد تاریخ سامی مردمان سامی و چه دینیل سامی دینیل ابراهیمی که جوری بشلسیدن اصلا اثری که لیلی نمیدیدن که بو پیاوتی لی باید لیه مفهومی بو پیاوتی به او چیشو فکر کنیم ایمه زنی وقت یا ایمه دری کشن زنیونه که دری کشن او مثل ورچو انسانی رو باوش دار پس که یه دواره لی رو تکرار کردن که مقدر یسته تقدیر بشر یسته که چه بکتن ذات حق لوجود بشر زنوه بود و این سفر بکتن زراد لامر شاه دون و دونبان هر دون و بون یسته که تکراری وکتن ای هم که تکرار الان معلوم نیه که لیادی چه ای که داشتی است یه اثر واصلا نویسیا داشتی هستن و شروع کردیسته ای قاطیواتی کردن و اجرا تکرار کن بیستن یا یکی لتنظیم را چاپ نور لیلایی پک پیشن یه باید کنه او دست نویسیا لی حاج نعمت بود که انسان کنه ای جوی پرسیاره بگریتن ولی و قرار تکرار ای هین حادث و دون و مظهر و مظهره که معموریت کسی حتما ای باید کنه بکفت جی که بتوانید این دو دنیای متفاوت دو دنیای جیاواز این دو دنیای دجویه که حتما و یه دنیا دیگه قالب جان کریت بود دیگه بستر معنا پیاد نهان گشت چک از ایشان جدا نهان گشت در سر بخان بقا چه خالق نهان گشت در کان سر زبون آدم آنگه جهان گشت پر ابن آدم نبون ابن آدم وقت خالق کار تمام بی چه کان سر و جهان ل نسل آیم پر بی ولی ذره حق به دوران بودی همیشه به مهمان نیکان شدی ولی چه خوی چیست این ولی ذره حق ل دوران من و مهمان همیشه مهمان نیکر بی بر جا بودی مردهای نکو همیشه بودند خوب با رنگ و بو بر آنها شدی ذات حق مهمان بودند در جهان دائما حکمران به مثل خداوند قادر بودند خداوند مخلوق طاهر شدند خو یسا لجی خوا بین خوا به مثل خوا و ملچه ذات وقت ذات حق مهمانان جی خوا گرن و به مثل خداوند قادر بودن او قدرت خوایی داشت دیرن انسان کن که ذره خوا وجودن ظهور کرد بعد به حکم خداوند با کشف و فر همین میشتن ظاهر اندر بشر پس اعجاز زانها شدی آشکار که مخلوق زانها بودی بندوار که وقت ذات حق لوجودن ظهور که اون خواهان اعجاز معجز و کرامات که مخلوق بزانن که بنده کیه بنده بونه بنده خواهل زمینی ولی ظالمان همی بودن تیر بخت به مردان بودن دائما خصم سخت ولی چه از ظالم ول تیر بخت بینو و همیشه دشمنی کردن بر علیه نیکو کارگر و این دشمنی ظالم ول این دشمنی تیر بخت ول چه از روایتی روژی خوی نشان دیدن که چکن که شمرو در دسته کفنشون سها که راه مرنو کلور جنگ ولیه بکن چون
ساق ذات علیه و آنیش وکل بنمال علیه دشمنی دیدن شمرو بنمال معاویه ابو سفیان. باب زمان رسولان حق نمیشه سفید آنسیه در ورق اوانه که زینن تیره بختن یا یک تیره دلن چکن و آوزوان رسولان حق چکن سفید و ناون. ایسا هم دواره چکد آیم داستان که چو شاه آمد به جسم جهان. ایسا دواره چکدن که شاه چجور حادث جسم انسان. یکی مرد پاکیزه بود شیس نام که ایجاد گشتی قدرت تمام که شیسه چست کر و صلاحینا نو پیغمبری که کر آیمه کر باو آیمه ای شیسه که بیا جنشین باو که اداره چکدن دی مساعد حق دی نیکوم هین ناوتن دی چه بودن نسل و نسل لا باو وارد جسم کر بودن دی داره وراثتی و بودن واسطه. بعد صفت پیروزاتش بودی کردگار چو خورگشت روشن در آن روزگار. خو یه هم چکرد هم پیر بیو هم ذاتی کردگاری در وجودی دارد کرده که یک قالب ذات و این و یکا کتی یک قالب تا هر جا لو ویدول ورنه بنامالون عرض کردم لز زمان ظهور اسلام صفات لو جسم محمد بن عبدالله پیغمبر مسلمانیت و ذات لوجود علی چکه تجلید و ایدوانه که دو مقام یا دو مقام در واقع دو جایگاه. پس لجی خواه چبی حکومت او هینا شیسه پس برخلیق جهان خداوند بودی خداوندی کرد و صاحب زمان بی بوی مظهر پیر روشن ضمیر بر اون مهمان بود ذات کبیر. هم مظهر پیر بی هم چه تجلیگاه ذات کبیر بی که ارز کردم ذات و صفات لیک جسم قرار ده تا زمان اسلام. تا که بعد چو بر شیس شد ذات حق مهمان همه ذره ها گشت در دون نهان که هر ذره بر یک بشر شد نزول یکی از فرشته یکی دیو قول زنیک و بدان جمله آمد بدون یکی گشت انسان و دیگر حیون که یه سکه چه نیک و بدکان پخش رو بینه دنیا دشونه ای شیست. تمثال آن پره کردگار به جام علی می شود آشکار که یه چکر هم داره تأکید که دورا چبی محمد بی روحه که محمد بی چه قالب بشره دیره چز ذات حقی چز علیه جام علی می شود آشکار. علی همچون خورشید در کائنات بگردد ولی مایه دارد ز ذات. هر آن کس که چون آب باشد زلال جلی گردد از شوق مهر و هلال. هلال در مثل پیر روشندل است که در تیره شب روشن و افضل است که لیرچز منظور ماه پیره و لیرچز ذات خواهندکاره که علی بودن که رانیکان این کدن خصوصا ظهور خداوندگار چو خور باشد اندر جهان تابدار بتابد به مردار گنده شود گلان زو ماتر و بخنده شود که گل تابش دروشیان خداوندگار جور نیره که یعنی مردارکان چه که گنه نیتن واسطه چطور مرده ولی چه اینکان گلکان خوشبو و روشیان و دروشیان. کسی مرده باشد زی ایمان و دین منظوری لمرداری کسی که چه بود لایمان و دین مردوزن که وصال جهان آفرین نوینه که نرسنه جهان آفرین. هر آن کس که هی باشد از نور حق شود روشن و زنده دل چون شفق.
در آن عهد آدم بودی حکمران، بودی ذات حق هم بر او مهمان. هر وقت آیم در زمان بول بشر حاکم بی چبی ذات حقش مهمانی بی. یه سری دواره تکراری وکد، یعنی ولناکد که آدم بودی احمد با صفا، حبیب است و محرم به درگاه شاد. که جبی آدم پیغمبر بی، آدم جی جس مثلا اولین دون محمد اولین دون انسان خلق بی وگر هفتنه خیو بی دواره و ساز و آواز هوردنه کنه بدن بشر و یه روح خود محمد و شکل روح وارد جسم او جسد درست کیای لخریه که بو البشر ناوگرد یا آیم ناوگرد که بی وارد بی و زنی. پس احمد بی و همان احمد این احمد آخر است. هم احمد او احمد چه بی این احمد آخر است، منظور چه نبی آخر یا خاتم الانبیا است. از ازل تا ابد دائما قادر است. صفات خدا باشد آن پاکزر، خداوند باشد به جمله سور. اول آدم و آخر هم آدم است، که آدم به اسرار حق محرم است. که آدم به معنای صاحب دم است، تمامی خلایق بر او خادم است. خب آدم یعنی صاحب دم، صاحب خون. خب باید تمام خلایق مخلوقات خادم او پیرو یعنی للی و تبعیت کن بنده. پس او احمد آخر محمد و یه صفات خو حال وجودی و چست محرم اسرار حق و ذات حقش مهمانیه. به معنای آدم کسی پی برد به هر دو سر بوی بسپرد. دل سر سپاریش کده چه اول بکده پیروی مریدی بندگی لنسل آدم. هر کس لآدم کسی و معنای آدم پی بیتن که چه بودن لهر دو سر آدم نسل آدم بسپارد. آدم به معنای آن صاحب است، به آن ذات حق دائما حاجب است. بود صاحب آن پیر بنیام راد، بودی محرم ذات آن استاد. که چه کرد در دواره محمد و بنیامین و یکی حساب کرد. که آدم آینه بود صاحب آن پیر بنیام راد، بودی محرم ذات. پس در چه محمد و بنیامین و یه شخص حساب کرد. دیگر دم بود احمد با صفا، همه درد عالم زوی شد دوا. همی پیر بنیامین باب البشر، چه لام الف لا بودن در سور. بپیچیده بودند به هم در صفات، بودی در وسطشان همان الف زاد. که آن الف آن زاد یزدان پاک، به جام علی بود روشن بتاب. پس جور دوگل الان من وینه چی کردم تعریف درست سویک لام الف لا نیمو ولی خلیره این بیت البادیت اینجور معلومه که بنیامین یه لا بودن یه ال بودن واسه یه لام بود و محمد یه لام بود. علی این پیوندگاه ای دوانه بود تواسطه. اول لورا و یه شخصان که لیر دوگل اله که و وسیله علی و قد یکا چکن حال وسط هم و قد یکا این هم کتن. حالا معلومیه منظوری چست این یه لیکت داشتی سنت من بیتی لیکت. پس آن الف آن ذات یزدان پاک، به جام علی بود روشن بتاب. خصوصا محمد به هر جایگاه شریکن با پیر از امر شاه. پس محمد لهر جیک شریک وگرچه وگرد پیره یه امر شاست. هرچی بران است بر این بود، یکی دین و دیگری به آیین شود. که هرچی حال و لیچ هست محمد و بنیامین، که یکی که بوت دین محمد و چکتن بنیامین تا پیر آیین.
زنی ای ترهات و یه دوسته میگه. دیگر گویم از رتبت آن رتبت این مقام آن رسول چگونه ز حق گشته حاجت قبول که حق بر علی می شود آشکار، علی هم شود بر محمد قرار. پس حق حال وجود علی آشکار بود و علی چه را محمد برقرار که محمد رسول الله پیغمبری. علی ذات حق باشد و او صفات یه سری جیان و کرده ارز کنم. علی ذات حق و محمد چه از تجسم صفاته بود افضل از جمله کائنات که علی مقدمه برتر والاست لگشت کائنات کن. ز خوان شریعت در آن روزگار چو شمس و قمر گشته هان آشکار که چس لیره خوان شریعت منظور ظهور اسلام جور خورو مان مینین علی و محمد. علی و محمد ز کون وحید شدن ظاهر و عهد کرده حدید. چو یک روح و یک جسم و یک خلقت است یکی کوثر و دیگر جنت است که محمد و اصلا تجسم بهشت بود و علی تجسم کوثر بود. علی زاد و احمد بود چون صفات علی کوثر است و محمد چه جنات. بود پیر بنیام آن جام زر که در عین کوثر بود جلوه کرد. حالا بنیامین بیا کوچله ناو کوثر که جام کوثر بود که آب بخوان و السلام. شب و روز باشند با هم در بگاه نباشند یک لحظه از حق جدا. جنت احمد و عین کوثر علی. بزن چنی تکرار که تو هینا یه احتمالاً ای اثر کامل بید ایسا بعدن ای میرات فکری فلسفی گوران لقالب ای مزخرفات لناوی سری شامی است لناوی جی کرده است رو ایجود نزنم متن قال تجارانه گلی قاولی سب. جنت احمد و این کوثر علی بود پیر آن ساقر منجلی بود. خود سایده را کده چه ساقر این بهشت. بکان اصول هر دو از وحدتند یکی ذات و یکی خانه خلقتند. دوباره بیاییم به سوی سخن بگوییم پس آن داستان کهن. حالا هم دواره چی و دون فردوسی که داستان کهن بیشتر این روایت خلقت و روایت حق نیه دیده داستان کهن بیشتر. چهان چون ابن آدمی گشت جهان باید به چهان دیده جهان چون ز ابن آدمی گشت پر ز نیکان و بدها و ز شهد و ز مر پر مر. حالا چه دواره هم داره تکرار او این یه منظوره بانسیه. بعد یه سهم دواره چیور را چه شیست وقت دار که بنیام بودی بنیام چه بی شیست کر آدم بی. بنیام در آن روزگار چنین گشت ایجاد آن ذات پاک نبودی به خلقت از آن جسم خاک. ز قدرت به شیشه بشد پرورش ولی بول بشر هم بودی رهبرش. چنان بود روزی صفی با هوا نمودن بس از خلیق خدا. حالا یه دیلره چوتا هین چوتا 2225 بزنیم تا کوراتی مثلا لیره هین کردی من ای بخشه که پر جام علی می شود آشکار یعنی خواندی من بعد کسی مرده باشد یعنی گشت خواندی من تا در آن عهد بدی حکمران تا بزنیم بینیم رب برنامه کتر که احمد بی خامن هین بعد الائیره 2190 2100 که ایش خواندی من که او بیا این بنیامین بودن علی احمد بنیامین بودن بعد دواره جای وقت که کچلای که کچلای کوثر کانی کوثر بهشت. ایه ستا ایره بتوانی من دفعه پیگیر بیمن در برنامه اکتره
خب تا ئێرە بەسەدی ئێرەکان بتوانانی من لە بەرنامەی فوق دو برنامەتر باقی ئەو ئینێلیکە کە مربوطە و إقامة شريسان ميراث لقالب چند وكومك إيدونا ودون مسحر ومسحر كتان قدي سري بيد وبيت تكراري وكتك بتوانتن واقعي نشاني بيتن كي مبنى مسحر مسحرية الدوناتون ولري دوناتون مسحرية الدورانية يدفو يدفزات يدفزرز كبتواني إيدو دنيا دشويكا آشتی بید ولی قالب جیان بکرد. خو عزیزی ایما تا ایرا 4 برنامه داشتیم است لسر بنماو بنرت باوریل مذهبی آینی که ایرا کانی وقتیان خوش خاکیل و الحقت که پالدریاسه دامزراننی کریاسه واسرا معجزه ساق این مذهبه خلقانو و یسه که هیچ بلگه کیست لزمان ساق نورده هیچ نوسیس من یقصه اقصیر لحوساکم لباوکم لفلانه واسرا پیر محله کمان پیرژن یا پیرمرد محله کمان جرفتیست بلکه چه لحق لباطن و واصلا چه سوی نو مجلس حق چه صف هفتنگل و بعضی موقع نشان ده که خود حق بود دیریتن رایان میشه چپ کنه و چی خلقت بود و لأوری و واصلا ای برهمه کوکردیس و اینجوره بیسه سرچوی اصلی شناخت ده مذهب اهلق یا مذهب یا آین اهلق یا آین کاکی و لوری چوچه شناخت شهرستانیت گوران که بیسه چه که گوران اونجوری که ایسا فرکس دیریتن را خاطر ولیاری بلن باسکان من که یارسان نه دوره ساسانی ایش بیست نه تنیا بالیل که و این سیغ بورکی که بالیل و این کسی که دین دامزرانون بلکه سدین نوز وقت من 25 سال پیش شروع کردم چه کسی 700 سال یه روش نچیه بان که دین دقیق 700 سال پیش لیلان صاحب و بنیان گذاری که آدم ارزیاب وقتی من یه رد کردم یه مدت تمام واسرا کفر و الهاد من بیه یکی درم ای دین رد کم و دینی که ساق ده المرزانی ولی ما پلا موافق بیم ویساز هیچ دینی که را ایمه که تالون و سورانی و تیمور بانیاری و او سلسله ورین فیلسوفه الورینیم نه هیچ مذهبی که را من و روی سند که ارائه چی دایم نست هیچ مذهبی را ایما جی اینی و رسم نان است جی بایخ نیه جی نرخ نیه بهایت نیرید هیچ باور مذهبی دیل دیدگاهه دیل جهان بینیه جی بها نیه بهایی که بتوای لمیدان یاریه بسنجیده لمیدان یاریه بوکاری بیده کوملگاه و پی هین بیده اتفاق بیده خب عزیزی همیوارم که زنیانی بمزرد بین و زنیانی خوشک داشتیم لا ایوه خوش